رشید کریموف 113 سال دارد. او کهنسال‌ترین سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان است. برای قهرمانی‌هایش در جنگ به او 50,000 سامانی دادند. توفای جناب عالی پیشوای ملت شما رو تبریک کرده است. من مبلغ 50,000 سامانی را شما با آوردم رساندم. سلامت باشید. رشید کریموف تا حال حوادث جنگ را خوب در خاطر دارد. خاطرهایش را طوری نقل می‌کند که گویا برایش چند سال پیش اتفاق افتاده است. 1942 ما با جنگ بردن. اول در شهر بخارا و سمرقند همه داشتی هوای ده مغز دادن. چند ماه همه جا مغز دادن. بعد پراموی ما باید استالینگراد بردن. اون وقت استالینگراد در اکروژنی بود. گنرال ما لشکا باتسی لیوانویچ بود. 80م آرمیا 70م پولکا کمانه و گنرال نمیسو پاولوف در ایتاجی شیومی اونرمه شهر استالینگراد اداره داد و همه جا خفیدن. سعادت هاست خط همه جا بردن. بعد ما پیش رفتیم. او در محاربه‌های استالینگراد، اوکراین، پولشا، چخسلواکیه پیشین و آلمان جنگیده است. در جنگ چند مرتبه زخمی شده، بعد معالجه دیگر باره به صف ارتش پیوسته است. رزاف دام رفتن تا با من با همراه رفیق داشتم. ایشکش یک بچه بسیار نقد خوشو بود و همه جا تیر خورده. من هر پشت گوشم از کار داد و ایدانش همه جا کشته قضا کرد. بعد اینجا یا موقعی نبود چند تا مردک، چند تا زن، چند تا تیر خورد. رشید کریموف بعد انجام جنگ به زادگاه شهر حصار برگشته به حیث رئیس خواجگی دهقانی شاهنبری تا بازنشسته شدن کار کرده است. او با اردن شرف و 3 اردن و مدال گوناگون قدردانی شده است. صاحب 9 فرزند و 300 نبیره و ابیره و چبیره است. او میگوید که تاجیکان در پیروزی بر فاشیسم سهمی ارزنده گذاشتند. مرگ همیراقانش در جنگ خاطره خیلی علام‌آور است و آنها را تا امروز فراموش نکرده است. ما ارتلریست بودیم. من پوشکا هست کو پوشکا همین در ارتلریست بودیم. 204م پراوتانک ارتلریست پولکا با البته در یک رد شد. اگر یک دوتا هر خیلی ملت ها بود. همون پولک ما 204م پراوتانک ارتلریست پولکا بود. در اینجا البته همه ملت ها بود. ما بر اوکراین جنگیم، اوکراین آزاد کردیم. پولشا و از اون پولشا گرمانیا و از گرمانیا چخسلواکیا بعد از چخسلواکیا آزاد کردن. چند 3.5 و 4 ماه شدیم. بعد بلاروس آمدیم جواب دادن ما را. در خانه رشید کریموف به افتخار عید غلبه چهاربینی فرهنگی نیز تشکیل شد. نورسان درباره قهرمانی او و همسفانش در جنگ بزرگ وطنی سرودخوانی کرده خاطر او را بالیده کردند. شهناز علیزاده، آزیا پلوس.